سلام علیکم. من امروز اومدم که راجع به فاند و بورسیه هر چیزی که میدونم بهتون بگم، چون خیلی میبینم جدیدن یه سری ویدیوها رو از یه سری مؤسسات خیلی حتی بعضیاشون واقعا معروف که انگار واقعا دارن اطلاعات غلط میدن و من اینجا نمیخوام خدای نکرده شخصی یا مؤسسه‌ای رو زیر سوال ببرم. اصلا فقط میخوام یه سری چیزایی که بهتون کمک میکنه تصمیم درست‌تر رو بگیرید بهتون بگم که خودتون حالا گول یه سری از تبلیغات یا یه سری از پیشنهادات رو نخورید دیگه. یعنی فقط میخوام که هر چیزی که لازمه رو بهتون راجع به فاند و بورسیه بگم. مثلا من چند شب پیش یه ویدیو تو اکسپلورم دیدم که یه مؤسسه خیلی معروف اومده بود یه ریلز گذاشته بود که کلی هم لایک خورده بود راجع به اینکه ما برای بچهای کارشناسی پوزیشن RA پیدا میکنیم که اصلا یه همچین چیزی غیر ممکنه. حالا بعد از دیدن این ویدیو کامل همه اینا رو شما متوجه میشین که اصلا فاند چیه، تفاوتش با اسکالرشیپ چیه، فول فاند چیه، پارشال فاند چیه. تمام اینا رو دیگه من بهتون میگم که دیگه خودتون برای خودتون اپلای کنین و اصلا لازم نیست که شما حالا با وکیل مهاجرتی همکاری کنین یا بدین شخص دیگه براتون اپلای بکنه که حالا بخواید کلی پول به اون شخص بدین. جدا از مسئله پولش، من همیشه میگم که آدم خوب خودش برای خودش اپلای کنه، چون اون دلسوزی که شما خودتون در حق خودتون میکنین و واقعا شخصی در حق شما نمیکنه. به خاطر همین احساس میکنم که دیدن این ویدیو خیلی بهتون کمک میکنه که حالا یه دید اولیه و خیلی با دیتیل راجع به فاند و بورسیه داشته باشید. اصلا این فاندی که همه دنبالشن چیه بچه‌ها؟ فاند ترجمه تحت لفظیش به معنای بودجه هست. خب در واقع یک کمک هزینه‌ایه که حالا به دانشجوها اعطا میشه که مثلا دانشجوها بتونن از پس هزینه‌های زندگیشون بر بیان، هزینه‌های تحصیلشون، هزینه‌های زندگیشون، شهریه دانشگاهشون. حالا فول فاند چیه، پارشال فاند چیه؟ ببین یه دانشجو برای زندگی تو کشور خارج خب یه عالمه هزینه داره دیگه. مثلا شهریه دانشگاه داره، خرج ماهیانه داره، نمیدونم اگه مریض بشه هزینه دوا درمون داره، اجاره خونه داره، یه عالمه هزینه داره. خب اگر شما فاندی دریافت کنید که تمام این هزینه‌های شما رو پوشش بده، به اون فاند میگن فول فاند. یعنی شما مثلا با یک مبلغی که دریافت می‌کنید بتونین هم شهریه دانشگاهتون رو پرداخت کنید یا مثلا شهریه دانشگاه براتون ویو بشه، یعنی شما دیگه معاف بشین از پرداخت شهریه، بتونید اجاره خونه یا خوابگاهی که درش زندگی می‌کنید رو پرداخت کنید، بیمه سلامت به شما تعلق بگیره و تمام هزینه‌های زندگیتون رو بتونین کاور کنین. اون فاندی که به شما میدن فاند فول فاند هست، یعنی در اصطلاح بهش میگن فول فاند. این که مثلا خیلی‌ها میگن فول فاند منظورشون اینه، یعنی تمام هزینه‌ها کاور میشه و اون شخص دیگه هیچ نیازی نداره که حالا از طریق خانواده‌اش تامین بشه. تمام هزینه زندگیش رو با اون فاندی که دریافت میکنه میتونه کاور کنه و زندگیش رو بچرخونه. ولی اگه فاندی که میگیره فقط بخشی از هزینه‌ها رو پوشش بده، مثلا یه فاند میاد میگه که من شهریه دانشگاه تو رو کاور میکنم، یعنی مثلا از تو شهریه دانشگاه نمیگیرم ولی دیگه به شما مبلغی بابت هزینه زندگی نمیده، مثلا اجاره خونتون رو شما خودتون باید پرداخت کنین یا مثلا خورد و خوراکتون، خرج روزمره‌تون، اینا دیگه کامل با خودتونه. این میشه پارشال فاند، یعنی فقط یه قسمتی از هزینه‌های زندگیتون توی حالا یک کشور یا دانشگاه خارج از کشور پوشش داده میشه، کاور میشه. این تفاوت فول فاند و پارشال فانده که خیلی کامنت گذاشته بودین که اصلا این تفاوت چیه. گفتم اینو همین اول بهتون بگم که دیگه خیالتون راحت بشه و دیگه جواب این سوالو گرفته باشید. حالا من دیدم که بعضیا مثلا میان بیان میکنن که شما کار مهاجرتی تو به ما بسپار، یه هزینه هم به ما بده، ما یه فاند بلاعوض برای شما پیدا میکنیم. بچه‌ها اون میشه اسکالرشیپ. حالا من راجع به فاند میخوام کامل صحبت کنم، بعد راجع به اسکالرشیپ صحبت کنم و اینکه شرایط دریافت هر کدومش چطوریه که دیگه خودتون برای خودتون اقدام کنید. ببین فاندو که بهت توضیح دادم. خب حالا در ازاش چه چیزی از ما میخوان؟ معمولا برای فاند شما یا باید RA بشین یا باید TA بشین. RA Research Assistantship یا همون دستیار پژوهشی، TA Teaching Assistantship یا همون دستیار آموزشی. حالا کامل براتون توضیح میدم. ببین در واقع شما دارین به استاد کمک میکنین و در ازای کمکی که میکنین یه مبلغی دارین دریافت میکنین که معمولا مبلغی که به ازای TA دریافت میکنین خیلی کمتر از مبلغیه که به عنوان RA دریافت میکنین. یعنی مثلا اگه بخواین فول فاند باشین خیلی بهتره که از ایران به عنوان RA اپلای کنین که حالا طریقه اپلایش هم بهتون میگم. حالا RA
اصلا یعنی چی؟ اصلا شما چی کار میکنین و چرا دارین یه پول خیلی خوبی دریافت میکنین از استادتون؟ ببین این شکلیه که مثلا استاد شما یه آزمایشگاه داره یا مثلا یه آزمایشگاهی توی دانشگاه در اختیار استاد شماست و دانشگاه یا استاد به صورت جدا یا خود کل دانشگاه داره روی یک پروژه خیلی عظیم و خیلی بزرگ کار میکنه. خب و یک بودجه خیلی بزرگی حالا دانشگاه، استاد، دولت، حالا هر ارگانی برای اون پروژه در نظر گرفته که اون پروژه انجام بشه. شما میاین به استاد میگین که من دانش خودمو در اختیار شما میذارم و کمک میکنم به عنوان بخشی از گروه شما که شما پروژهتون رو انجام بدین و به ثمر برسونین و استاد در ازای این کار شما، در ازای این علم شما به شما یه حقوق خیلی خوبی میده که مثلا شما بتونین باش هزینه دانشگاهتون و شهریه دانشگاه، اجاره خونه، بستگی داره به اون مهارت شما، رزومه شما، اون باری که از رو دوش استادتون برمیدارید، نقش شما توی اون گروه ریسرچش که چه مقدار پولی بخواد به شما بده، یعنی چقدر شما به دردش میخورین که اون پول بیشتری به شما بده. من دوران کارشناسی یادمه یه هم اتاقی داشتم که اون میخواست بره آمریکا و یادمه که با یه استادی صحبت کرد که اون استادم اتفاقا ایرانی بود ولی استاد یه دانشگاه آمریکا بود که هم اتاقی من خیلی سطح علمی بالایی داشت و صحبت کرد و حالا ایمیل زد و ارتباط گرفت و اینا و اون استاد خیلی خیلی دوست داشت که هم اتاقی من بره و حتی یادمه خب وقتی ویدیو کال میکرد ما تو اتاق بودیم میشنیدیم، یعنی رو تختمون میشنستیم ولی ساکت گوش میدادیم که مثلا چی میگن و چون استاد ایرانی بود فارسی هم صحبت میکردم. یادمه قشنگ به هم اتاقی من میگفت که من حتی نمیذارم تو احساس سردرگمی کنی تو آمریکا، روزی که تو رسیدی من میام توی فرودگاه به استقبال تو و خیلی تلاش کرد که هم اتاقی من بره پیشمون چون هم اتاقی من واقعا یه نابغه بود، واقعا درسش خیلی خوب بود و حتی یادمه وقتی هم اتاقی بهش گفت نه من یه آفر دیگه دارم از یه استاد دیگه، 3000 یا 4000 دلار این استاد آفرش رو برد بالاتر، یعنی قشنگ مثل حالت یه مزایده، یعنی مثلا حالا اصلا یادم نیست، مثلا اگه گفته بود من 10,000 تا بهت میدم گفتن 13,000 تا بهت میدم، قشنگ یهو 3-4 هزار تا عددش رو برد بالاتر فقط برای اینکه هم اتاقی منو تو تیمش داشته باشه چون میدونه چقدر به دردش میخوره. چون خب ببین بعضی از پروژه ها اگه به ثمر بشینه اون استاد جایزه خیلی بزرگی میبره و اصلا این پولی که به بچه ها میده اصلا پولی نیست، یعنی انگار که مثلا حالت یه سرمایه گذاریه برای رسیدن به یه درآمد خیلی بالاتر که بعضی وقتا هم حتی اون درآمده هم یعنی خیلی وقتا بین دوباره بچهای تیم تقسیم میشه بخشیش به عنوان حالا جایزه، به عنوان پاداش، ولی میخوام بگم که شما واقعا دارین علمتون رو در اختیارش میذارین، در اختیار اون استاد حالا یا اون دانشگاه اگه به شما فاندی میدن و کاملا براشون میصرفه، چون خیلی این پروژه مهمه و یه فاند، یک بودجه خیلی خیلی بزرگی حالا از طرف دولت یا از طرف یه ارگانی به اینها داده میشه، حالا به اون آزمایشگاه میتونه شخصی مال خود استاد باشه یا مال دانشگاه باشه که این پروژه انجام بشه و به ثمر برسه و خب استادم میاد این بودجه رو کامل تقسیم میکنه و بهترین های هر کشور رو یا بهترین دانشجوها رو حالا از کشورهای مختلف جدا میکنه، قشنگ سلکت میکنه، انتخاب میکنه و توی تیم خودش قرار میده که پروژه رو به بهترین نحو انجام بده و شما به عنوان RA توی آزمایشگاهش کار میکنین، مقاله مینویسین، تحقیق میکنین، نمیدونم کمک میکنین پروژهش انجام بشه. در واقع نقش شما RA اون استاده. مثلا من توی دانشگاه تهران توی دوران لیسانس RA یکی از استادامون بودم و با ایشون یه مقاله نوشتم که حالا اگه بخواین بیشتر راجبش باهاتون صحبت میکنم و این خیلی رزومه منو تقویت کرد چون که RA معمولا برای ارشده، یعنی برای ارشد یا دکترا که خب خیلی رایجه، برای ارشد هم یه پوزیشنیه که باهاش میتونی فاند بگیری، ولی برای دکترا دیگه خیلی رایجه، ولی برای کارشناسی اصلا نیست. یعنی تو میتونی RA باشی و خیلی خوبه، ولی اگه RA نباشی نمیگن چرا RA نبودی. مثلا اگه ارشد باشی شاید RA بودن مثلا یا دکترا باشی RA بودن دیگه مثلا یه چیز خیلی نرماله، ولی مثلا اگه کارشناسی RA باشی خب خیلی رزومت رو تقویت میکنه، چون معمولا بچه ها توی کارشناسی برای تقویت رزومهشون TA میشن
چون مقاله داشتن اصلا از یک دانشجوی کارشناسی انتظار نمیره مثلا خیلی چیز خوب و خفنیه. مثلا اگه شما مقاله نداشته باشین وقتی رزومتون رو میخونن میگن خب دانشجوی کارشناسی بوده، معلومه که مقاله نداشته. یعنی مثلا یه چیز نرمالیه، کسی نمیگه این چرا مقاله نداشته، خب چون دانشجوی کارشناسی بوده. ولی اگه دانشجوی کارشناسی باشین و مقاله داشته باشین خب این خیلی رزومه شما رو تقویت میکنه. و مثلا به نظر من اگه به دنبال اپلای هستید، حالا بعد از تموم شدن کارشناسیتون و الان دانشجوی کارشناسی هستید، حتی اگه یک ترم مونده به اتمامش با یکی از اساتید صحبت کنید. حالا میتونید یعنی این کارو بکنید، حتما الزام نیست، صرفا در حد پیشنهاده. چون مثلا اگه توی ایران RA بوده باشید میتونید وقتی که به یه استاد ایمیل زدید که مثلا بگید من میخوام به عنوان RA باهاتون کار بکنم، بگید که من اصلا یه بک‌گراندی هم توی این زمینه دارم، میدونم چجوری ریسرچ کنم، میدونم چجوری مثلا مقاله رو بخونم خلاصه کنم، چون اصلا مقاله خوندن یه تکنیکی داره. من تا 3 ماه مقاله هایی که میخوندم و حالا من 3 ماه اول وظیفه‌م بود که یه عالمه مقاله بخونم و خلاصه هر کدومش رو بنویسم و به استادم تحویل بدم. یعنی دیگه استادم نره اون مقاله رو بخونه، من برم بخونم. و همه مقاله هم انگلیسی بود و اصلا تکنیک خوندن مقاله رو بلد نبودم. یعنی مثلا 3 ماه یه زمان خیلی زیاد میذاشتم برای خوندن مقاله ها که بعدش که یاد گرفتم قلقش رو فهمیدم که من چقدر اشتباه میکردم. و وقتی که شما این بک‌گراند رو داشته باشین اون استاده میفهمه که شما دیگه این قلقا رو بلدین و خب این باعث میشه که اون شما رو انتخاب کنه. اینا دیگه تمام همه چیزایی بود که گفتم بهتون بگم که قشنگ اطلاعاتتون بره بالا. اینم تو پرانتز بگم که اگر میخواید برای ارشدتون برای RA اپلای کنید، پوزیشن RA رو داشته باشید و فاندتون رو از طریق RA به دست بیارید، خیلی دقت کنید که اون کورسی که میخونید، اون رشته‌ای که میخونید برای ارشدتون ریسرچ بیس باشه، کورس بیس نباشه. چون برای کورس بیس فاند ارشد فاند RA داشتن خیلی سخته، ولی مثلا اگه ریسرچ بیس باشه خب خیلی راحت تره و به نظر من اگه تلاش کنید خیلی راحت میتونید به دستش بیارید اگه تلاش کنید. اینم گفتم که تو پرانتز بگم که حواستون حتما بهش باشه. راه بعدی که میتونید فاند بگیرید، حالا فول فاند یا پارشال فاند، TA بودنه. بچه‌ها TA بودن خیلی خوبه خب و خیلی اوکی که شما براش اپلای کنید، ولی اگر حمایت مالی خانواده رو ندارین، یعنی من کاملا میخوام باهاتون صادق باشم، میدونم که این حرفی که بهتون میزنم شاید برخلاف حرفایی باشه که خیلی آژانس‌های مهاجرتی بهتون زدن، ولی من واقعا میخوام حقیقت رو به شما بگم. یعنی من دوست ندارم که، چون من از شما که پولی دریافت نمی‌کنم بابت اینکه حالا شما مسیرتون رو به من بسپارید، صرفا دارم حقیقت رو میگم. TA بودن چیزی نیست که شما بتونید روش ببندید کامل. حالا الان کامل دلایلمو بهتون میگم که ببینید منطقی به نظر میرسه یا نه. ببین اگر شما مثلا RA هستی TA هم باشی در کنارش، خب این عالیه، این خارق العاده است. حالا یه ماکسیموم ساعتی هم داره در هر ترم که میتونید تی باشه که اونم بهتون میگم. ولی اگر شما حمایت خانواده رو از ایران ندارید، خانواده نمیتونن به شما کمک کنن و صرفا یه پذیرش مثلا از یه دانشگاه گرفتید و میگید من برم اونجا تی بشم، حالا شهریه دانشگاهمو باش پرداخت کنم، نمیدونم اجاره خونه، زندگی، اینا نمیتونید روی تی حساب کنید. ببین شاید بتونی با مثلا تی شدن توی 3 تا درس 4 تا درس کل هزینه‌هاتو کاور کنی خب، ولی اینکه تی بشی یا نه هر ترم قطعی نیست. یعنی ممکنه یه ترم بیاد که تو تی نیستی و نمیدونی هزینه‌هاتو باید چیکار کنی. یعنی تی بودن خیلی راه مطمئن و قطعی نیست، راه خیلی خوبیه برای اینکه امتحانش کنی، ولی راه قطعی برای اینکه از اینجا بکنی بری به امید اینکه اونجا تی بشم و همه هزینه‌امو بدم، نه. حالا چرا؟ کامل الان بهتون میگم. ببین اول بهت بگم که اصلا چطوری میتونی تی بشی. فرض کن تو پذیرش فلان دانشگاه رو گرفتی، مهاجرت هم کردی، حالا تمکن یه جوری نشون دادی و مهاجرت کردی رفتی، حالا مثلا میخوای تی بشی. قبل از هر ترم، قبل از شروع هر ترم، معمولا مثلا توی اون سایت دانشگاه، توی اون دپارتمان مخصوص خودت میان مثلا مینویسن که ما آقا برای فلان رشته و فلان رشته و فلان رشته ما مثلا یه تعداد تی میخوایم، که قشنگ ریکوایرمنت ها هم نوشتن که مثلا سطحش این باشه، نمیدونم نمره فلان درسش فلان باشه، مثلا فلان قدر بالا باشه، نمیدونم هر توانایی که لازمه داشته باشی، سطح زبان انگلیسی، هر چیزی که لازمه داشته باشی رو برات نوشتن که مثلا اینا لازمشه و اینقدر هم حقوق ما پرداخت میکنیم. خب تو میتونی مثلا برای مثلا میبینی که برای کلی درس هست، برای کلی درس پوزیشن گذاشتم برای تی ای، تو مثلا میتونی برای مثلا ماکسیموم، حالا یه ماکسیموم شاید هر دپارتمان داشته باشه مثلا 10 تا، نمیدونم هر
دپارتمان متفاوته. میای مثلا برای اینا تو اپلای میکنی و هر کدوم از اینا رو که قبول بشی که مثلا ببینن که بک‌گراند تو، اون علم تو، اون استعدادهای تو و همه اون نمره ها و اون علم تو، مهارت تو به اون خیلی بیشتر میخوره، هر کدومی که قبول بشی و ممکنه هم که چند تا رو قبول بشی. اینم بهت بگم هر کدوم هایی که قبول بشی از طریق ایمیل بهت خبر میدن و مثلا یه حالت قرارداد طوره که آقا مثلا ما اینقدر به تو پول میدیم و تو قبول شدی، مثلا چه میدونم n ساعت در هفته تو کار میکنی، حالا کارش هم بهتون میگم چیه. حالا تو در نهایت اون ایمیل رو میتونی اکسپت کنی، میتونی اکسپت نکنی و اگه اکسپت کنی تو به عنوان تی ای شروع به کار میکنی که خب درآمد هم داری. مثلا ساعتی $30 به تو میدن و تو مثلا 100 ساعت در یک ترم برداری، میشه ترمی مثلا $3000. خب حالا یه نفر میاد میگه که آره مثلا من میرم اونجا چه میدونم 6 تا درس تی ای میشم. ببین معمولا یه محدودیتی هست برای ساعت تی ای شدن در ترم، مثلا میگن 100 ساعت در ترم بیشتر نمیتونی تی ای بشی که مثلا یه عدد تقریبیش مثلا میشه $3000. حالا اگه مثلا تو کل 100 ساعت رو بگیری، حالا ممکنه یه دانشگاه محدودیتش بیشتر باشه 150 ساعت 200 ساعت، دیگه ممکنه یه دانشگاه حقوقش بیشتر باشه برای هر ساعت. اینا هر کدوم متفاوته. صرفا دارم یه چیز تقریبی میگم که تو نمیتونی ببندی و هیچ کس هم نمیتونه با قطعیت بیاد برای تو ببنده که آره مثلا تو با این حقوق تی ای قطعا میتونی زندگی تو بچرخونی یا مثلا قطعا نمیتونی. اینا هیچیش قطعی نیست. کاملا بستگی داره به کلی چیز، به تعداد ساعتی که داری، اصلا به دانشگاهی که داری. ببین خیلی جالبه که بهت بگم که اصلا تو اول باید بری سرچ کنی ببینی اون دانشگاهی که پذیرفته شدی اون تی ای جاب اپورتونتی رو داره یا نه، یعنی آیا اصلا این آپشن رو داره که تو بتونی به عنوان تی ای داخلش کار کنی یا نه. چون من شنیدم که بعضی از دانشگاه‌ها اصلا این آپشن رو ندارن، یعنی واقعا این رو مطمئنم که حالا تعداد کمی از دانشگاه‌ها اصلا این آپشن رو ندارن و ممکنه مثلا اون سایت مهاجرتی برای تو از اون دانشگاه پذیرش گرفته باشه و اصلا نیاد به تو بگه که آقا این تی جاب اپورتونتی تو این دانشگاه وجود نداره و تو به امید تی شدن بلنشی بری. اینا رو حواست باشه که قبلش حتما بری چک کنی. حالا هر دانشگاهی که خواستی پذیرش بگیری، اگه تی شدن خیلی برات مهمه، قبلش حتما برو تو وبسایت دانشگاه و چک کن که آیا تی جاب اپورتونتی رو داره یا نداره، تو میتونی روی تی شدن حساب کنی یا نه. حالا تو به عنوان تی چیکار میکنی؟ کارت چیه؟ ببین 3 نوع کار برای تی هست، ولی تمام اون 3 تا کار در واقع هدفشون کمک کردن به استاده. در واقع هدف تی ای بودن اینه که خب مثلا یه استادی هست که تعداد دانشجوهای خیلی زیادی داره، زمان کمی داره و یه حجم زیادی کار برای انجام دادن داره و میاد یه سری دانشجوها رو میگیره، حالا دانشگاه یا خودش بهش کمک میکنن که یه سری دانشجوها رو بگیره و اون دانشجوها بهش توی انجام کاراش کمک کنن. در واقع این هویت تی ای بودنه، کمک کردن به استادی که تعداد زیادی دانشجو داره، تعداد زیادی کار داره، تعداد زیادی برگه برای تصحیح کردن داره، تعداد زیادی کلاس برای برگزار کردن داره، تعداد زیادی کار داره و پروژه‌های مهمی برای انجام دادن داره و خب نیاز داره که چند تا دانشجو بهش کمک کنن. اون چند تا دانشجو که بهش کمک میکنن در واقع تی ای اون استاد هستن. تو به عنوان تی ای میتونی 3 تا کار برای استاد انجام بدی. 1، یا به جای استاد تدریس کنی، بخشی از درس رو تدریس کنی. مثلا استاد میاد به تو میگه که این قسمت درس رو تو تدریس کن، مثلا من فلان روز نمیتونم بیام کلاس، مثلا نمیتونم کلاس رو برگزار کنم، یا اصلا این قسمت درس اونقدر مهم نیست که من بخوام براش وقت بذارم، کار مهمتری دارم، این قسمت درس رو تو تدریس کن. تدریس کردن بخشی از درس به جای استاد. دومی کاری که میتونی بکنی برنامه‌ریزی و مثلا منیج کردن درس‌های آزمایشگاهی. درس‌های آزمایشگاهی مثل چی؟ مثلا اگه کارشناسی گذرانده باشی، فنی هم بوده باشی، چون من فنی بودم، مثلا آز فیزیک 1، آز فیزیک 2، مثلا یه همچین درسایی. حالا برای رشته‌های غیر فنی نمیدونم، ولی درس‌های آزمایشگاهی رو مثلا میتونی منیج کنی، هندل کنی، برنامه‌ریزی کنی، بگذرونی، نمیدونم بیای اونجا دانشجو رو هندل کنی. یه همچین کاری که مثلا حالت درس‌های آکادمیک نباشه. درس‌های آکادمیک اگه نباشه رو تو مثلا میتونی به جای استاد خیلی کار رو انجام بدی. این دومین کاری بود که میتونی به عنوان تی انجام بدی. و سومین کار که خیلی رایجه، مثلا اینکه مراقب امتحان باشی، برگا رو تصحیح کنی، نمره رو وارد کنی. مثلا یه عالمه برگه هست که باید تصحیح کنی، نمره رو وارد کنی، خطا نداشته باشی، نمره هر کدومو برای هر شخص جدا وارد کنی و خب اینم دیگه سومین وظیفه توئه. یعنی تو این 3 تا وظیفه رو میتونی داشته باشی و به عنوان تی ای با استاد همکاری کنی و حقوق بگیری. خب اصلا بهت گفتم دیگه، تی ای در واقع یه قراردادیه که تو با دانشگاه می‌بندی، با دپارتمان می‌بندی، ولی آر ای خیلی بیشتر تو میتونی روش حساب کنی. تو داری با استاد صحبت می‌کنی، طرف حسابت استاده و خب به نظر من اگه حمایت خانواده رو نداری، به تی ای فکر کن به عنوان یه پلن بی.
ولی پلن A تو نمیتونه TA باشه. ببین یه نکته هم که راجع به TA بهت بگم که حتما حواست باشه، اگه به عنوان RA رفتی و خواستی به عنوان TA هم اپلای کنی که حالا بهت گفتم هر دپارتمان قبل از شروع ترم میاد اعلام میکنه، حتما از استادت اجازه بگیر، چون خیلی بی احترامی به استادته، چون میدونی استادت اومده به تو یه پولی داده به عنوان RA و انتظار داره ازت که هر مقدار زمانی که میتونی روی درس خوندن و حالا روی کارهای مربوط به دانشگاه بذاری رو برای پروژه استادت بذاری. و اگه یه موقع مثلا متوجه بشه که تو به عنوان TA هم کار میکنی، ممکنه حالا اتفاقات جالبی نیفته، میتونی به عنوان TA هم کار کنی، ولی قبلش حتما به استادت بگو، مطرح کن و ازش اجازه بگیر. اینو حواست باشه که یه موقع اونجا اوضاع برات شکراب نشه، خدایی نکرده. حالا اینکه چطوری مثلا بخوای برای RA یا مثلا اینجور پوزیشن های فول فان که اصلا بخوای دیگه با خیال راحت از ایران خارج بشی اپلای بکنی، خیلی داستانش طولانیه، خیلی جزئیات داره. احساس میکنم که حالا اگه بخوای میتونم یه ویدیو جدا براش بسازم، ولی خیلی کلی بخوام بگم، مکاتبه کردن با اساتیده، یعنی که تو با اساتید کانکت بشی و یه جوری مطمئن بشی و دیگه کامل همه چی رو با استاد ببندی که مثلا قراره چه کارهایی براش انجام بدی، چی از تو میخواد، کامل همه چیز رو باهاش طی کنی و چقدر هم به تو حقوق میده. بعد قشنگ بری در بیاری ببینی آیا با اون حقوق میتونی چه کارهایی بکنی، شهریه دانشگاه در میاد، مثلا اجاره در میاد، قشنگ دیگه همه رو باید بری سرچ کنی، مثلا شهریه دانشگاه ترمی چند هزار تاست، یا مثلا اجاره چقدره، هزینه زندگی چقدره، حالا فاندی که استاد میده چقدره، آیا همه اینا رو پوشش میده، فول فاند، پارشال فاند، اگه نیست چه کار دیگه هم باید انجام بدم که مثلا کامل هزینه رو پوشش بده و اینا دیگه. اینا چیزاییه که کامل برای هر پروگرام، هر استاد، هر آزمایشگاه متفاوته، ولی به صورت کلی مکاتبه کردنه و کامل هم در بیار که استاد از چه انتظاراتی داره. ببین مثلا یه استاد هست میگه که خب من تو رو میخوام که تو آزمایشگاه هم کار کنی، ولی هفته‌ای 3 ساعت هم باید تی ای من باشه، یعنی هفته‌ای 3 ساعت هم ازت انتظار دارم که تو مثلا فلان درس به من کمک کنی، حالا تصحیح کردن برگشت، درس دادن مثلا یه کورس، نمیدونم یه بخشی از مثلا یه درس، یا وارد کردن نمره هاست، مراقب امتحان باشی. به هر حال یه استاد هم از کلا از تو انتظار تی ای نداره، اینا رو کامل قبلش طی کنی خیلی بهتره که بدونی که چقدر پول در ازای دقیقاً چه کارهایی قراره که بگیری، قشنگ میتونی برنامه‌ریزی کنی براش. حالا دسته دومی که میخوام راجعش حرف بزنم اسکالرشیپ یا بورسیه است. ببین فاندو گفتیم در ازاش تو حالا با عنوان آر ای یا به عنوان تی ای مثلا باید کار کنی، خب ولی اسکالرشیپ یا بورسیه انگار که حالت هدیه داره، انگار حالت جایزه داره که حالا 3 نوعه، یا مثلا بر اساس شایستگی تو، مریت بیسته که مثلا حالا تو یه آکادمیک، یه دانش آکادمیک قوی داشته باشی، بک‌گراند خیلی خوبی داشته باشی، نمره زبان عالی، نمیدونم حالا هر چیزی که تو توی مراحل آکادمیک قبلی به دست آوردی به تو کمک میکنه که تو این بورسیه رو بگیری، این مثلا اسکالرشیپ رو بگیری و دیگه وقتی گرفتی قرار نیست براش کاری بکنی. خب یا بر اساس نیدز بیسه، یعنی بر اساس نیاز مالی که مثلا تو نیاز مالی داری، مثلا میان به تو این جایزه رو میدن، این مثلا پاداش رو میدن، حالت تشویقی رو میدن. بعضی از اسکالرشیپ هم از حالت ترکیبیه، یعنی مثلا تو نیاز مالی داری و ثابت میکنی که نیاز مالی داری، ولی میگن اوکی ما به تو کمک میکنیم، ولی برای اینکه این کمک شامل حال تو بشه مثلا تو باید این مینیمم رو توی بک‌گراند آکادمیکت هم داشته باشی. خب مثلا یه همچین چیزی میشه حالت ترکیبی. ولی مثلا بورسیه استانی ایتالیا یه چیز کاملا نیدز بیسه، یعنی یه چیزیه که اصلا ربطی نداره که تو معدل چنده، نمیدونم درس چیه، نمره فلان درس چنده، نمیدونم نمره زبان چنده، فقط پذیرش یکی از دانشگاه ایتالیا رو باید داشته باشی که خب دانشگاه ایتالیا اصلا پذیرش گرفتن ازش سخت نیست، اصلا سخت نیست، کلی دانشگاه داره، هر دانشگاهی مثلا یه مینیمم جی پی ای داره، یه مینیمم معدل داره که اگه بخواید برای اونم میتونم براتون ویدیو بسازم. من پارسال فکر کنم به چند تاش اپلای کردم، از 2 تاش پذیرش گرفتم و اپلایم هم خیلی سطحی بود، یعنی مثلا همینجوری میگفتم که خب حالا مثلا اینم بفرستم، مثلا خیلی وقت نذاشتم، ولی برای اون 2 تا دانشگاهی که وقت گذاشتم و همه چیشو خیلی خوب درآوردم جفتشو پذیرش گرفتم، پادووا و ژنوا، و احساس می‌کنم که هر کسی که بخواد میتونه پذیرش بگیره. بورسیه استانی که ایتالیا میده دقیقاً بورسیه استانیه که حالت جایزه داره، مثلا میگه من سالی 8000 یورو میدم، دقیق نمیدونم حالا مثلا، و هر جور دوست داری خرجش کن، اصلا کل 8000 یورو باش برو مسافرت، نمیدونم شهریه دانشگاه، هر جور که دلت میخواد خرجش کن، دیگه کامل برنامه‌ریزی با توئه. که حالا
مثلا همونطور که بهت گفتم ایتالیا و یه سری کشورهای دیگه مثلا ژاپن، چین، یه سری کشورهای دیگه این اسکالرشیپ ها رو میدن برای اینکه دانشجوها تشویق بشن که برن به اون کشور و حالا دانشجوها رو مثلا از سراسر دنیا جذب کنن که حالا به هر حال خیلی آینده اون کشور رو میسازن دیگه. این جور اسکالرشیپ هایی که عدد بالا میدن معمولا توسط دولت ارائه میشن، ولی خود دانشگاه اسکالرشیپ هایی که میده خیلی عددش پایین تره. معمولا مثلا با اسکالرشیپ های دانشگاه تو فقط میتونی یه بخشی از هزینه رو پوشش بدی، حالا مثلا یا فقط شهریت رو کاور کنی یا مثلا یه انگار که مثلا یه زخمی ازت باز بشه، چون خب یه حالت جایزه داره دیگه، حالت پاداش داره، بلا عوضه، در ازاش تو هیچ کاری نباید بکنی. ولی مثلا اگه اسکالرشیپ ها رو توسط دولت بگیری، دولت یک کشور به تو اسکالرشیپ بده که خب میگم باید رزومه قوی داشته باشی، دانش آکادمیک قوی داشته باشی، معمولا کل هزینه ها پوشش داده میشه کامل، انگار که مثلا یه اسکالرشیپ فول فاند، انگار مثلا یه همچین چیزی کامل. فاند حالا یه قضیه جداست، اسکالرشیپ یه قضیه جداست. منظورم از اسکالرشیپ فول فاند اینه که یه اسکالرشیپی که تمام هزینه‌هات رو پوشش بده، وگرنه فاند کامل بحثش جداست که بهت گفتم. منظور یه اسکالرشیپ کامل فول پکیج منظورمه. به نظر من مثلا دانشجوی هر دانشگاهی که هستی یا میخوای بهش اپلای کنی حتما برو تو سایتش ببین، چون که خود دانشگاه مثلا برای یه سری کورس‌ها اصلا میاد اسکالرشیپ میذاره. مثلا دانشگاه بریستول توی انگلیس مثلا میاد میگه اونی که توی حوزه محیط زیست یا انرژی پایدار داره درس میخونه، من بهش اسکالرشیپ مثلا این هزار مثلا یورو میدم، حالا مثلا نمیدونم چقدر، مثلا من یه همچین جایزه‌ای بهش میدم برای اینکه تشویق کنه. و به نظر من حالا هر جایی که هستی یا هر جایی که میخوای بری حتما سایت دانشگاه رو چک کن، چون ممکنه اصلا این سری اسکالرشیپ‌ها باشه که تو کاملا واجد شرایط گرفتنش باشی ولی اصلا ازش مطلع نباشی، چک میکنی میبینی واجد شرایطی اپلای میکنی و دریافت میکنی و اشغال میکنی. اینو حتما حواست باشه که هر جایی که رفتی مدام چک کن و رفرش کن سایت دانشگاه رو. یه سری کمک هزینه هم هست، اسکالرشیپ‌هایی هست از طرف مثلا یه سری از مؤسسه ها، مثلا مؤسسه های محیط زیست، نمیدونم حقوق زنان، حقوق بشر، مثلا یه همچین چیزایی که یه حالت مثلا انسان دوستانه و اینا داره که برای بعضی از کورس‌ها به درد میخوره، مثلا انرژی های پایدار، مثلا یه همچین چیزی. اگه کورست مرتبط با اینها هست تو میتونی براش اپلای کنی و دریافت کنی. کلا اینا یه چیزاییه که توی زمینه‌های مختلف تو میتونی پیداشون کنی و دیگه یه حالت قرارداد نداره، مثلا مثل RA یا TA که مثلا توی RA و TA تو کار میکردی، ان ساعت کار میکردی، نمیدونم حالا برای یه پروژه، برای استاد، برای دپارتمان وظیفه انجام میدادی، در ازای اون وظیفه پول دریافت میکردی. این نه، اسکالرشیپ یا بورسیه مثل هدیه است که حالا یا بر اساس نیاز مالی تو بهت داده میشه یا بر اساس گذشته تو، یعنی انگار که میان به تو میگن که خب تا الان کلی زحمت کشیدی و از الان به بعد من هیچ انتظاری از تو ندارم، این یه جایزه برای تو بابت تمام زحمتایی که تا الان کشیدی و با این جایزه برو عشق کن. یعنی خیلی خیلی من خودم بورسیه و اسکالرشیپ رو دوست دارم، یعنی یه آرامشی داره که خب من استرس اینو ندارم که الان من باید فلان کارو براشون انجام بدم، درسام دارم میخونم، یه حقوقی هم از دولت میگیرم، اجاره‌ام میدن، نمیدونم شهری دانشگاه خودشون پرداخت میکنن. این خیلی خوبه. البته بعضی هم با فاند اوکی ترن. این دیگه تمام اطلاعاتی بود احساس میکنم، من همه رو نوشته بودم که یادم نره، تمام اطلاعاتی بود که راجع به اینا تو باید میدونستی و احساس میکنم که دیگه همه چی رو بهت گفتم. باز اگه سوالی داری از من بپرس و اگر این ویدیو بهت کمک کرد من ممنون میشم که لایکش کنی که الگوریتم یوتیوب این رو به بقیه هم نشون بده و به بقیه هم کمک بشه. احساس میکنم که الان دیگه گول خوردن از حالا خیلی از سایت ها، خیلی از مؤسسه ها برات سخت‌تر خواهد بود، چون دیگه الان کامل فرق همه رو میدونی و امیدوارم که تونسته باشم بهت کمک کنم. هر سوالی هم داشتی از من بپرس، حتما بهت جواب میدم و اینکه حتما هم بهم بگو که دوست داری ویدیو بعدی راجب چی باشه، راجب کدوم مسیر مهاجرت باشه، چون من خیلی دوست دارم بدونم که دقیقاً تو از من چی میخوای، یعنی چی باعث میشه که به تو بیشتر کمک بشه که من راجب همون صحبت کنم. چون من که دارم زمانمو میذارم، فیلم میگیرم، ادیت میکنم، آپلود میکنم و خب خیلی خوشحال‌تر میشم که اون زمانی که دارم میذارم بیشتر تر به تو کمک کنه. دیگه امیدوارم که کلی موفق باشی. پیشاپیش ممنونم از حمایتت، قربون نگاهت، پوست بهت، خداحافظ. تو ویدیو بعدی میبینمت.